علم و معارف در سیاست حکومت مملکت همچون ساحه کلیدی و افضلیتناک اعتراف گردیده است. با در نظر داشتی اهمیت این مسئله، سرور دولت از روزهای اول راهبریشان مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان، اهل معارف و ضیاییان ایجادکار را در جامعه دوره به دوره بلند برداشتند. زیرا مسلم است که در جهان معاصر تنها کشورهای میتوانند هسته خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. در این زمینه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال سپری شده ضمن ملاقاتشان با اهل علم و معارف کشور ابراز داشته بودند که تطبیق شوی دستاوردهای علمی در استحصالات باید به طلبات معاصر در سمت علم و معارف جوابگو باشد، چون که اگر رابطه علم با استحصالات تطبیق گردد سطح اختراعکاری عالمان جوان بیشتر خواهد گشت. در مجلس هایی که در سطح حکومت شده میگذرد محترم جناب عالی وابسته به تطبیق علم با استحصالات و بعضی از کمبودی های ساحه سخنرانی میکند. ما نیز وابسته به انمون کمبودی هایی که در سطح علم و معارف و اینچنین تطبیق علم با استحصالات جای دارد بسیارتر در همین سمت کار و فعالیت نموده ایستاده‌ایم و در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان از طرف عالمان و اختراعکاران همساله زیاده از 10 تا 15 پتنت های اختراعاتی به قید گرفته می شود و صنعت های تطبیق نیز چی از داخل کشور و چی از بیرون از خارج کشور نیز وارد می گردند و ما حرکت داریم که اختراعات های سالهای اخیر را علاوه سالهای 2023-2024 حداقل چند تا آن را در استحصالات براه مانیم، چون که تطبیق انمون حکومت جمهوری تاجیکستان که وابسته به عملی شوی علم با استحصالات می باشد در همین زمینه راه اندازی گردد. جلب جوانان به علم و اختراعکاری در پیشبرد سیاست ساحه علم در مملکت یکی از وظیفه‌های اساسی و ضروری به شمار می رود. حکومت مملکت به رشد بامرام ساحه معارف و دریافت شخصانی که تحقیقات ارزشمند علمی انجام داده می توانند اعتبار اولین درجه و دائمی می دهد. پیشوای ملت دائما تاکید نمودند که جهت تطبیق اندیشه های علمی در استحصالات باید جوانان دستگیری و راهنمون شوند که علاقه به علم وارد شده لااقل تصورات در مورد علم داشته باشند. برگزاری آزمون‌های جمهوری مخصوصاً آزمون جمهوری علم فروغ معرفت زمینه مساعد فراهم آورد تا شماره عالمان و اختراعکاران در کشور بیشتر گردد. عالمان و پژوهشگران کوشش نموده بودند که مسائل های مهمی داغ جامعه رو مورد تحقیق و پژوهش قرار بدهند و در این زمینه کوشش نمایند که در برابر تحکیم استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با رشد اقتصاد ملی نیز همگذار باشند. قید نمودن ضرور است که در دوام بیش از 30 سال صاحب استقلال کشور عالمان کشورمان به یک قطار دستاوردهای نظررس نایل گردند که امروز نتیجه های علمی آنها نه تنها در داخل کشور بلکه در منطقه و جهان از جانب عالمان و پژوهشگران سطح بین المللی اعتراف شده است و در این زمینه نیز پیشوای ملت دستور دادند که باید نسل نورس و جوان را ما با کارهای علمی تحقیقاتی بیشتر جلب کنیم، زیرا علم و دانش و معرفت چراغی است که میتواند برای راهنمایی و روشنی راه ملت و دولت مساعدت کند. اگر علم با استحصالات توأم نباشد نتیجه های علمی برای دلخواه مملکت مفید نیست. بنابراین علم معاصر باید با نویگاری های اینواتسیونی و تکنولوژی معرفی شده در تقویت و پذیرفتن سطح جهانبینی دنیوی نقش موثر بگذارد، وگرنه با شرایط فراهم آوری تحقیق علمی هیچ کدام نهاد علمی نمیتواند در تامین رشد کشور نقش مثبت را بازی نماید. در طول سالهایی که آزمون علم فروغ معرفت در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد، در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان نیز سطح اختراعکاری بلند برداشته شد، یعنی که اختراعات زیادتر به قید گرفته می شوند. این نشانه آن است که عالمان و محققان و اسپیرانتان و عنوانجان نیز در این سمت توجه ظاهر نمودند، چون که ما 3 جایزه سطح جمهوری از آزمون علم فروغ معرفت داریم، همه آن از زمینه علم و اختراعکاری وارد گردیده است و در این سمت دانشکده ما چون که یگانه دانشکده انرژتیکی در تاجیکستان است، توجه عالمان و محققان و اختراعکاری نیز زیاد است. از همین سبب طول سالهای اخیر بعد از همون تصدیق برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت در دانشکده نیز اختراعات ها نیز زیادتر به قید گرفته می شوند و ما نیز کوشش میکنیم که
онҳоро низ бо истеҳсолот дар истеҳсолот низ татбиқ намоем, корро дар ин саб низ камтарак ҷонобтар намоем, чунки ин камбудиҳо низ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алахусус пешвои муаззами миллат татбиқи илм бо истеҳсолот дар чанд маҷлиси охир эрод гирифта мешавад. бар эвази он ҳама ғамхорие ки ҳукумат нисбат ба кормандони соҳаи илму маориф роҳандозӣ намудааст, олимони мо низ бояд барои расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар, таъмини рушди босуботи мамлакат, пешрафти соҳаҳои мухталифи он, хусусан ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва паст кардани шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ саҳмгузор бошанд.